السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای لایک هاتان، رحمت برای پرسماتراتان. دستگیری شما پیشروی ما است دوستان عزیز. در اینجا دخترها، امروز من برای شما یک نمود سمبوسه با مزه با کدو نشان میدم. در حقیقت با مزه، حتما آماده کنید. در اینجا دخترها من 4 دانه پیاز نقص کرده میده کرده به 2 کفلیز روغن، یعنی 400 میلی لیتر روغن من پیازامو انداخته سرخچه میکنیم. من انا مینطور سرخچه کرده. 1 دانه کدوی من تخمین 1.5 کیلوگرم کدوی من از تیارکو گذرانیده. من به بالای پیاز میاندازیم، نغز که جارید میکنیم. در اینجا من پریپراوه ها انداختم. من نمک 3 قاشقچه نمک، مرچ، همه چی انداختم. نغز که جارید میکنیم. تخمین 15 دقیقه جارید میکنیم. من همینطور نغز که جارید کردم. من کدو ما نغز که جارید شد. من در اینجا من کمتر قرنفل انداختم برای تندک شدنش. در اینجا من خمیر سمبوسه گرفتم. به قبطش روغنی گاو، چنانه که همه ما میدانیم به قبطش روغنی گاو مالیدم. کمتر به خلدینی نگاه میداریم. این خمیر تیاری من در خلدینی بود. برای همین من دخترها به شما نشان دادم. من همینطور کشاده اکنون دخترها من این کدوی عادیک برداشتم. این کمتر به بیرون ماندم، خنک شد. بعد به پیچانیم. شما میتوانید به دیگر نمود سمبوساتان پیچانید. من این دفعه راست کنجه کرده پیچاندم. من همینطور. حتما دخترها تیار کنید، خیلی به مزه بیاد. من همینطور خوش رو کرده پیچانده. سخت دکک محکم کنید برای اینکه آبش نبره. من همینطور من پیچاندم. من رحمتی کلان دخترها برای دستگیری کانال ما. رحمت برای پرسماتراتان. کسانی که سوال درخواسته داشته باشن به تیگه کامنتاری ها حتما نویسیده جواب میگردانیم انشاءالله. من در اینجا دخترها سمبوسه من همینطور پیچانده و بالایش 1 دانه زردی تخمه همینطور مالیدم.
برای آرایشش باشد من کمتر محکم نمیتر مانده آرایش دادم. دخترها کسانی abone نیستن حتما abone شوید. باز ویدیوهای جالبتر در پیش است. دخترها چنانی که میبینید سمبوسی ما تیار شد. سمبوسی حقیقتا با مزه بیاد. حتما دخترها تیار کنید پشیمان نمیشید. من دخترها سمبوسی ما تیار شد. من در اینجا برای شما یک دانش گرفته من شکسته نشان میدیم. من حتما تیار کنید. من ساچ نیست سمبوسی من ریزانه که به مزن بیاد. حتما دخترها تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید. با یار دوستان پادلیت کنید تا که آنها باخبر شوند. لایک های خود دریغ ندارید. خیر دخترها در پناه الله مهربان باشید. خیر.